تو ادامه ویدیو قراره 15 تا صحنه ترسناک ضبط شده که یادشون هیچ وقت از ذهنتون نمیرن رو با هم ببینید. درود دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. ویدیو شماره 1. چند تا دختر توی یک پارتی یا مهمونی بودن و تو اون حالتی که مست هم بودن که شروع به ضبط یه ویدیویی از خودشون احتمالاً به عنوان ضبط یک خاطره میکنن، اما تو اون ویدیو چیز عجیبی رو هم ضبط میکنن. اگه دقت کنید موقعی که دوربین رو به سمت راست میبره، در واقع سمت چپ خودشون، یک صورت سفید رنگی سمت راست قابل دیدن هستش. چند ثانیه بعدش که دوربین دوباره برمیگرده، کسی دیگه ای هم که اونجا بوده بهش اشاره میکنه. اما این رو باید در نظر داشته باشیم اول از همه که اونها حالشون خوب نبوده، پس خیلی نمیشه استناد کرد به اینکه حالا دختره چی گفته. ولی چیز دیگه ای هم که باید در نظر بگیریم این هستش که توی یک مهمونی بودن و اینکه حتی صورت فرد دیگه ای هم باشه امکان داره باشه، اما حالت خیلی سفید رنگ بودنش برای من یکم عجیب بود. اما اینا چیزایی هستن که باید در نظر بگیریم. ویدیو شماره 2. این چند تا صحنه مربوط به این ویدیو توسط دوربین‌های مختلفی که داخل یک خونه بودن ضبط میشه. اولین چیزی که دارید میبینید یک دراور هستش که به طور خیلی ناگهانی باز میشه و بسته میشه. بعد از اونم یک در اونجا هست که چندین بار به واسطه یک نیروی باز و بسته میشه باز. اما بعد از اون اتفاق آخر ترسناکی که اونجا رخ میده هم مربوط به همون در هستش که بعد از اینکه چندین بار در باز و بسته میشه یه چیز عجیبی پشتش قابل دیدن هستش. سایه سیاه رنگی پشت اون دره با سرعت خیلی زیادی از اونجا رد میشه. اینکه این سایه مربوط به چی هستش هم مشخص نیسته چون ما اون طرف در رو نمیتونیم ببینیم، اما به اندازه کافی دوتا اتفاق قبلی هم اون اتفاق بعدشون رو تایید میکنن. ویدیو شماره 3. دوربین مداربسته‌ای داشته پشت یک خونه یا حیاط اونجا رو نشون میداده. اینطور که معلومه یه جای کاملا چمنزاری بوده و خب خیلی هم هموار بوده و سازه خاصی اونجا نبوده، اما چند لحظه میگذره و یه همچین اتفاقی اونجا میفته. که یک سایه سفید رنگی که با سرعت خیلی زیادی از اونجا رد میشه قابل دیدن هستش. گفته میشه که حین اینکه این ویدیو ضبط شده هیچ کسی بیرون نبوده و خب یه جوری غیر ممکنه که این مربوط حداقل به کسایی که ساکن این خونه بودن بشه. اما ایده گفتن که این فقط و فقط گرد و غبار هستش طبق معمول و خب اینکه چیزی که اینجا ضبط شده چی هستش واقعا مشخص نیست. قضاوت با خودتون. ویدیو شماره 4. فردی از آشپزخونه خونش صداهای عجیبی میشنوه و تصمیم میگیره که بره ببینه اونجا چه خبره و خب شروع به ضبط این ویدیو هم میکنه. میره به سمت آشپزخونه و این ویدیو رو اونجا ضبط میکنه. که چند لحظه‌ای که وارد اونجا میشه خیلی چیز خاصی رخ نمیده و همچنین یه صدای خیلی کم بچه‌ای هم انگار اونجا شنیده میشه که حالا یا داره گریه میکنه یا تلاش داره جمله چیز رو بگه. نمیدونم این آیا مربوط به خونه خود طرف هست یا اصلا مربوط به ساختمان‌های دیگه دور و برشون، ولی اینطور که معلومه اتفاق اصلی اتفاقی که چند لحظه بعد از این صدا رخ میده.
صندلی که اونجا هستش به شکل خیلی وحشتناک و یه جورایی با شدت خیلی زیادی کشیده میشه و به سمت طرف میاد. اما متاسفانه راجع به این ویدیو اونقدر توضیحی در دسترس نیستش و تنها چیزی که در دست ما هستش همین ویدیو و پیش زمینه راجع به ویدیو داده نشده که بخوایم اون رو هم به این وصل کنیم و بر این اساس قضاوت کنیم. اما به نظر شما یه چیزی که اینجا ضبط شده یک اتفاق ماورالطبیعی و واقعی هستش یا اینکه یک اتفاقی هستش که کاملا ساختگیه؟ ویدیو شماره 5. یه خانمی تصمیم میگیره داخل یک سازه یه دوربینی رو کار بذاره که چیز خاصی اونجا ضبط کنه. دوربین رو اونجا کار میذاره و یه همچین ویدیویی اونجا ضبط میشه. که یک سایه سیاه رنگی از یه بخشی از اون سازه میاد بیرون و به سمت دیگه حرکت میکنه، انگار که به سمت حتی در خروجی داره میره. باز هم مثل ویدیوی قبلی پیش زمینه راجع به ویدیو داده نشده، حتی توضیحی هم اصلا داده نشده. یه سری سوالایی برای آدم پیش میاد، اینکه خانم چطور میدونسته این خونه جایی هستش که میتونه دوربین بذاره و یا همچین صحنه‌ای رو اونجا ضبط کنه. ولی اینطور که معلومه خب احتمالاً خانم یه چیزی میدونسته، یا قبلا اومده اینجا یا از داستانای پشت این خونه خبر داشته، اما اشاره بهش توی ویدیو و توی متن و توضیحات این ویدیو نشده. و تاریخچه‌ای هم مشخص نیستش که آیا مربوط به این خونه وجود داره یا نه. ویدیو شماره 6. این ویدیو رو عمه این فرد داخل خونه مادر بزرگشون ضبط می‌کنه که دقیقاً قبل از عمل و جراحی قلبی که یا مادر بزرگ یا عمه داشته یه همچین ویدیویی ضبط میشه. یک دایره سفید رنگی یکم متمایل به حتی بنفش شاید بشه گفت هستش اونجا ضبط میشه که به شکل خیلی عجیبی توی همون محوطه دوربین چندین لحظه و ثانیه میشه گفت اونجا تکون میخوره، حتی توی یه لحظه که از کادر خارج میشه و دوباره هم به اونجا برمیگرده. طبق معمول شاید بعضی به ذهنشون بیاد که این فقط گرد و غبار هستش، حالا یا گرد و غبار یا یک حشره، ولی من همینطور حساب کردم یک گرد و غبار طبیعتا نمیتونه برای چندین ثانیه به این شکل یه جایی بمونه، حالا هم پایین بیاد و هم بالا بره. در کل به نظر من که ویدیو و چیز عجیبی هستش که اینجا ضبط شده. نظر شما چیه؟ ویدیو شماره 7. فردی داخل اتاقش بوده و شروع به این ویدیوی عجیب میکنه که توی ویدیو صدای خانومش شنیده میشه که داره طرف رو صدا میزنه و انگار که حالا میگه بیا اونجا. اما اینطور که معلومه خانومش اصلا اونجا نبوده و اینکه این صدا مربوط به چی میشده مشخص نیستش. طبق چیزی که توی ویدیو میتونید ببینید هم صدای کوبیده شدن در شنیده میشه و وقتی دوربین از یک زاویه دیگه‌ای داره اتاق و خونه رو به ما نشون میده، دری رو میتونید اونجا ببینید که خودش داره باز و بسته میشه. خود طرف گفته که یک موجود یا نیروی ماورالطبیعی هر چیزی که هستش داشته صدای خانمش رو تقلید میکرده و این صدا مربوط به اون هستش. چند نفری هم بودن که دقیقاً یه همچین داستانی رو گفتن توی کامنت ها و این حرف طرف رو تاییدش کردن. من تایید نمی‌کنم، نمیدونم چقدر درسته چقدر نه و قضاوت با خودتون. اما از این که بگذریم، نظرات مختلفی هم کسای دیگه‌ای بودن که نوشته بودن.
ایده گفته بودن که خانومش اون لحظه‌ای که این ویدیو ضبط شده کجا بود. قطعا اگه داخل خونه بوده باید تو اتاق می بوده، یا حتی اگه تو اتاق هم نبوده تو یه بخش دیگه ای از اون خونه باید می بوده. ولی اینطور که معلومه خانومه اصلا داخل خونه حضور نداره. همچنین چیز دیگه ای هم که توی این ویدیو خیلی چشم آدم رو به خودش جذب میکنه، یه تخته ویجی بورد یا اویجا بوردی هستش که توی اتاق طرف قابل دیدن هستش. یعنی چندین باری که دوربین رو به اون سمت میبره چون اون تخته رو میتونید ببینید که اونجا هست. و خیلی‌ها توی کامنت ها به این قضیه اشاره کرده بودن که اینا، و یعنی منظورم این ویجی بوردی که اینجا هستش و اتفاقایی که توی این خونه داشته رخ میداده و داشتن رخ میدادن همشون به هم مرتبطن. Alexa, turn on all lights. Really? Thanks, Alexa. حالا قضاوت به خودتون. آیا این ویدیو یه ویدیو واقعی هستش یا یه ویدیو کاملا ساختگی؟ و اینکه اگه این ویدیو واقعی هستش آیا اینا به هم مرتبط هستن و ربطشون چی میتونه باشه؟ ویدیو شماره 8. فرد این ویدیو رو توی جنگل‌های مکزیک ضبط میکنه و ویدیو مال خیلی وقت پیش هم نیستش. اما متاسفانه کیفیت ویدیو یک کمک پایینه. طرف توی جنگل وقتی که داشته میگشته برای خودش رو جستجو میکرده با اسکلت یک موجود خیلی عجیب روبرو میشه. موجود شاید بشه گفت عجیب هستش که واقعا هم هستش، اما اینطوری که معلومه ظاهری خیلی شبیه به موجودات فضایی داره. البته اون تصوراتی که حالا ما داریم شاید واقعیش هم دقیقاً همچین چیزی باشه. خلاصه هر جور که این ویدیو رو من نگاه میکنم واقعا برام عجیب به نظر میاد و اینکه اسکلت یک موجود فضایی روی زمین قابل دیدن باشه به نظر من خیلی چیز عجیبیه، مگر اینکه یه حقه خیلی حرفه‌ای باشه که همچین چیزی رو ساخته باشن. البته مکزیک واقعا کشور عجایب، خیلی چیزای عجیب اونجا قابل دیدن هستش و یه همچین چیزای اونجا هم بعید نیست، به خصوص اینکه توی آمریکا و کلا کشورهای اون محوطه خیلی یه همچین چیزایی باب و رایجه. گزارش میشه دیده شدنشون و این چیز نیزا. ویدیو شماره 9. چندین سال پیش یک فردی به همراه رفیقش میرن توی یکی از تسخیر شده ترین محلها یا مکانهای توی کانادا و شروع به ضبط این ویدیو اونجا میکنن. اما احتمالاً که یه ویدیو خیلی بلند ضبط کردن، اما یه تیکه خیلی کوچیکیش که همین ویدیو هستش توش چیز عجیبی قابل شنیدن هست. که در آخر اون ویدیو، یعنی در انتها و لحظه‌های پایانی، یک صدای قابل شنیدن هستش که مشخص هم نیست دقیقاً داره چی میگه. حالا کسایی بودن که چیزهای مختلفی بودن، ولی یک صدای دیگه هم چند لحظه قبلش ضبط شده و شنیده میشه که من حس کردم اون صدا شاید مربوط به خود فیلمبردار و کسی که داشته این ویدیو رو ضبط میکرده بشه و یه جورایی هم اینجوری به نظر میاد. اما چیز دیگه خود طرف اشاره کرده، اونم این هستش که وقتی داشته این ویدیو رو ضبط میکرده چندین بار اورب توی ویدیو دیده شده، ولی من همچین چیزی رو ندیدم. علاوه بر این طرف به این قضیه هم اشاره کرده که وقتی که جستجوشون تو این خونه داشتن انجام میدادن هیچ صدایی نشنیدن و این صدایی که اینجا قابل شنیدن هستش رو اون موقع اینا نشنیدن و بعد از چندین سال، حالا 1 سال 2 سال که داشتن این ویدیو رو دوباره نگاه میکردن متوجه این صدا و یه همچین صدای ترسناکی اونجا شدن. و همچنین گفته میشه کل این مکان رو اینا زیر و رو کرده بودن، همه جاش رو گشته بودن، اما هیچ چیزی یا هیچ کسی اونجا پیدا نشده بود
حتی از کسای آدمای بی خانمان یا مزاحم، آدمای چجوری بگم دزد و کسایی که معمولا توی خونه‌های خرابه و محل‌های متروکه زندگی میکنن اونجا ساکن هستن. به نظر شما این صدا میتونه مربوط به چه چیزی باشه؟ چون حتی کسی که همراه طرفم بود من بعید میدونم دختر بوده باشه. ویدیو شماره 10. فرد این ویدیو رو توی تیک تاک آپلود میکنه و از کسایی که توی تیک تاک بودن این ویدیو رو دیدن میپرسه که چی اینجا ضبط شده. اگه دقت کنید طرف داره از یک درختی ضبط میکنه و بالای اون درخت چیز عجیبی قابل دیدن هستش. میشه گفت یه جورایی موجود ناشناخته‌ای هستش. البته این فقط در صورتیه که ما اون موجود کامل و درست نمیبینیمش، نور دقیق هم بهش نمیتابه. واقعا همونطوری که گفتم ویدیو توی تاریکی هستش و دقیق نمیشه گفت چیزی که اینجا ضبط شده چی هست. ولی دو تا چیز به ذهن من اومد، به خصوص موقعی که طرف داشت زوم میکرد و نزدیک میشد. من یه لحظه حس کردم که این یه تیکه مربوط به خود درخته، ولی اینطوری که به خودش شکل داده و شکل گرفته یه جورایی میشه گفت یه صورت رو داریم توی درخته میبینیم و من حس کردم حالا شاید شاخه درخت باشه. اما بازم این قضیه 100% نیستش و نمیشه گفت 100% شاخه درخت. اینکه آیا این یک شاخه درخت هستش یا اینکه یک موجودی که بالای اون درخت نشسته یا ایستاده بوده مشخص نیستش. ویدیو شماره 11. این ویدیو هم به واسطه یک دوربین مداربسته از پشت یک خونه یا یه محلی ضبط میشه که میتونید یک موجود سیاه رنگی رو ببینید که با سرعت خیلی زیادی از جلوی اون دوربین رد میشه. بازم این ویدیو توی تاریکی هستش و نمیشه دقیقاً گفتش که این موجود چی هستش، ولی من توی کامنت های این ویدیو دیدم که بعضی اشاره کرده بودن که این فقط و فقط یک دزد هستش، ولی یکم که من دقیق تر شدم چیزای عجیبی رو توی ویدیو دیدم. اینکه چشاش برق میزنه وقتی توی یکی از لحظه‌های ویدیو چشمش و صورتش سمت دوربین میاد. اگه دقت کنید میتونید ببینید که چشمش یه جورایی سفید هستش و براقه. اما خب طبق چیزایی که شنیدم این کار با یک لنز هم قابل انجام دادن هستش و میشه گفت شاید خیلی چیز عجیبی نباشه. یکم که بیشتر دقت کردم متوجه اینم شدم که اینطور که معلومه موجوده وقتی از اونجا رد میشه سایه نداره و حتی تو موقع‌هایی که توی نور هستش ما سایه‌ای ازش نمیبینیم. شاید هم این خطای دید من باشه و به اون شکلی همچین چیزی اصلا نباشه. اما در آخر ظاهر و مدل راه رفتن و دویدن این موجود هم به تنهایی حتی ترسناکه و باز هم حتی اگه در نظر بگیریم که یک دزد هستش، این که داره میدوه نشون میده از یک چیزی داره فرار میکنه و اینکه اون چیز چی هستش باز خودش به نظر من یک قضیه ترسناکیه. در هر صورت ویدیو ترسناک و عجیبی است. اما اینکه بخوایم بگیم این یک انسان هستش یا یک موجود دیگه‌ای واقعا از دست ما خارجه، به خصوص به خاطر اینکه این ویدیو توی تاریکی تمام هستش. ویدیو شماره 12. دو تا غواص با هم زیر آب بودن و یکیش شروع به ضبط این ویدیو از اون یکی میکنه. چند لحظه ای از ویدیو میگذره و این اتفاق وحشتناک اونجا ضبط میشه. اما یک کوسه با سرعت خیلی زیادی به سمت طرف میاد. من هر لحظه انتظار یه اتفاق وحشتناکی داشتم، این که حالا کوسه آسیبی به غواصه بزنه، اما خوشبختانه اینطور که غواصه خیلی هم خوش شانس بوده و شانس آورده واقعا کوسه هیچ کاری باهاش نداره و از کنارش رد میشه. یعنی واقعا میشه گفت طرف با یک قدمی مرگ هیچ فاصله ای نداشت، اما خوششانسی واقعا با یارو با طرف همراه بود و طرف جون سالم احتمالاً به در برده. ویدیو شماره 13.
این ویدیو داخل یک بیمارستانی توی مکزیک ثبت میشه. یک پرستاری رو میتونید ببینید که روی صندلی اونجا نشسته، اما چند لحظه که از ویدیو میگذره اتفاق عجیبی اونجا شروع به رخ دادن میکنه. در واقع اتفاق مربوط به خود پرستاره هستش که بلند میشه و اولش البته داره صحبت میکنه با کسی که روبروش هست و بعدش هم انگار بلند میشه، حالا یا داره بهش آدرس میده یا یه جورایی داره با یه کسی اونجا صحبت میکنه. اشاره به اینکه طرف داشته با چی صحبت میکرده و آیا خودش بعد از این قضیه صحبتی کرده یا گزارش داده چیزی رو یا نه مشخص نیستش، اما کسایی که این ویدیو رو دیدن گفتن که طرف احتمال خیلی زیاد داشته با خودش صحبت میکرده، اما عده دیگه‌ای هم بودن که باور داشتن طرف داشته با یک نیروی ماوراءالطبیعی صحبت میکرده که توی دوربین و ویدیو قابل دیدن نبوده. شبیهش قبل‌تر هم یه ویدیو دقیقاً گذاشتم. و یه چیز دیگه‌ای هم به ذهن خود من اومد، اونم این هستش که شاید طرف توهم زده باشه و دیوونه شده باشه با یک چیزی که حالا حتی قابل دیدن نبوده و حتی شاید کلا وجود هم نداشته صحبت میکرده. اینکه خب یه پرستار باشی اونجا و این همه وقت اونجا کار کنی شاید یکم رو مغز و روان و ذهن طرف تاثیر گذاشته و همین باعث دیوونه و توهم زدن طرف شده. بازم نمیدونم چقدر میتونه درست باشه، اما احتمالیه که برای این ویدیو میشه در نظر گرفت. ویدیو شماره 14. در واقع این مورد ویدیو نیستش و یک عکسه. این عکس که توی یوتیوب و کلا کامیونیتی هندی جدیدن خیلی ترند شده، البته جدیدن که نه، یه ماه پیش 2 ماه پیش اینا، که یک عکسی هستش که یک خانمی روی تخت هستش، اما چیز عجیبی توی ویدیو قابل دیدن، توی عکس قابل دیدن هستش. نه فقط یک چیز، اونم 2 تا چیزی که اولش اینه که یک کسی، یک موجودی روبروش ایستاده با ظاهر خیلی ترسناکی که انگار حالا قصد آسیب رسوندن بهش رو داره، و چیز دیگه‌ای هم که تو عکس هستش یک موجودی و چیز دیگه زیر تخت خانومه هستش که اونم باز انگار قصد آسیب رسوندن بهش رو داره. متاسفانه هیچ ویدیویی هم مربوط به این عکس من پیدا نکردم، توضیحات و اطلاعات خیلی زیادی هم در دسترس نیستش. و خب فقط این عکسی هستش که در دسترس و یه همچین عکسی رو حالا توی فضای مجازی پلتفرمی آپلود کردن. اما من هرچی نگاه کردم، اما خب از اونجایی که این فقط یک عکس هستش خیلی سخت نیستش که صحنه سازیش کنن، ادیتش کنن، فتوشاپش کنن، این چیزا. در کل احتمال فیک بودن و ساختگی بودن این عکس خیلی زیاد و بالاه، ولی شاید یه ویدیوی مربوطش باشه که من پیدا نکرده باشم، نمیدونم. خب دوستان، قبل اینکه بریم سراغ ویدیو 15 ولی که تا اینجا ویدیو اومدید و اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید ممنون میشم که این کارو انجام بدید و این ویدیو رو هم لایک کنید، کامنت هم دوست بذارید و اون زنگوله رو هم بزنید و بریم سراغ ویدیو بعدی. ویدیو شماره 15 و یا ویدیو آخر. این ویدیو توسط یک دوربین نصب شده توی یک جنگل ضبط میشه. توی ویدیو میتونید ببینید یک موجود خیلی کوچیک با ظاهر خیلی عجیبی قابل دیدن هستش که یه جوری انگار گم و گیج هم هستش و همینجوری دور خودش میچرخه و دنبال انگار یه راهی برای حالا یا فرار هستش یا یه جایی که کلا بخواد بره. مشخص نیستش موجود چیه، همونطور که گفتم ظاهر خیلی کوچیکی هم داره و شبیه به انسان نیستش. چیزی که خود کسی که این ویدیو رو آپلود کرده بود، کسایی که تو کامنت ها نظر داده بودن، گفته بودن که این یک اسکین واکر هست. اینم بگم که اگه براتون سوال شده اون چیزی که اونجا قابل دیدن هستش چیه، یک دری که انگار یکم اون طرفتر هستش چی هستش، باید بگم که اون دره گفتن که چیز برقه، این چی میگن، کنتور برق و این چیز میزا که تو سطح شهر حالا جاهای مختلف میذارن. و اینم که توی ویدیو اگه دقت کنید یه لحظه دوربین سیاهی میره، بعدش یه صحنه دیگه میاد که چند تا ماشین اونجا ظاهر میشن و گفته میشه ویدیو توی لحظات مختلف ضبط شده، یعنی یک فاصله زمانی بینشون بوده. ولی جالب اینجاست که موجود هنوز اونجا حضور داشته و اونجا بوده. نمیدونم چه جوری، ولی خلاصه همچین چیزی یا اینجوری بوده. حالا یا ویدیو لحظه بریده شده یا اینکه توی فاصله زمانی مختلف و فاصله های زمانی مختلف ضبط شده. در کل نظرتون راجع به این ویدیو چیه و قضاوت هم با خودتون. خب دوستان، اگه نظری داشتید حتما برام تو کامنت ها بنویسید و اگه دوست داشتید 15 تا صحنه ترسناک ضبط شده که توی ذهنتون کلی سوال به وجود میارن و ایجاد میکنن رو ببینید، حتما این ویدیو که اینجا میاد رو دوست داشتید نگاه کنید و مرسی که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید و تا اینجا ویدیو من همراه بودید و تا ویدیو بعدی بدرود.